از چینل یوتیوب ما شفی سلطانیستم. خدا کنه کلتون جور ساعتان سر حال باشین. یکی از دوستا دعوت کرده ما را به خاطر رضای شب. اما مهمترین چیزی که به من است و میخوایم به شما یک قصابی های اینجا را نشان بدم که چقدر متفاوت از مملکت ما از افغانستان است و نظرهای شما به من مهم است. میخوایم نظرهای کلتون را داشته باشیم در این برنامه که به نظرتان های قصابی ها در افغانستان بهتر است یا در اینجا و فرقشان ببینید شما. به نظرتان کدامش بهتر است؟ میریم با هم دوستا رو میبینیم بعد از اون آهسته آهسته میریم طرف قصابی و قصابی هایی که در آلمان هستن و در افغانستان چه تفاوت داره و به نظر شما کدامش بهتر هستن بیاید با هم ببینیم دوستا. خب میریم طرف دوستا که یارا گرفته باز تو بریم طرف قصابی. خب رسیدیم پیش از یا سلام علیکم. ها سلام علیکم. چطوری؟ جرسی بخیر. صاحب خانه هستم. الیاس جان شیف هسته. صاحب خانه هستم. شیف نیستم. شیف نیستی؟ گفتم شیف. کجا شیف های؟ امروز آشپزی این دیگه شیف. نظری جان سلام هستی بخیر. خیلی شیف هستم. خود شیف هستی امروز؟ کلگی شیف هست. کلگی شیف هستم امروز. از این یک منظوری که من داره خانه باشه. کجاست بچه‌های دیگه کجاست؟ بچه‌های دیگه هستن. بیگه دیگه بریم یک اوکی. کنه. دروازه خود میکنه. باز دیر. نه. Willkommen in Germany. شهر هایدلبرگ جرمنی. این یک ویو داره، یک نما داره خانهشان. منزل سیست. چو شد؟ خودت شیف هستی علی؟ آشپزی خودت میکنی؟ نه آشپزی من نمیکنم. آشپزی خودت نمیکنی؟ بیا علی جان خیلی یک سلام علیکی کنیم. یا السلام علیکم برادران. جور بخیر صحتون خوب است، بخیر هستین، جانتان جور است، تکره هستین. خدا کنه صحتمند سریال باشین. امروز با شفیع ما مهمان است پیش ما. میگم ما میزبانیش میکنیم. تشکر. میریم دوستا میبینیم که چی کلمه میتونن بچه‌ها آشپزیشون که بد نیست. اوه دوستا یک کس دیگه هم هست اینجا. سلام علیک. سعدمند بخیر هستی؟ چطور هستی؟ دادا جان چطور هستی؟ سعدمند خوب است. صحت شما خوب است؟ تشکر. برنامه اول همه قصایی سعدمند هستی دیگه شما بخیر میگذره. شکر سعدمند هستی. میریم دادا جان، علی، الیاس، نظری کل ما یک جای هستیم. بریم ببینیم یک طرف قصابی میریم، از اینجا کم گوشت میگیریم پس میریم طرف خانه. باش بریم داخل ریوی ببینیم در قصابی چی داره. بچه ها پیش داخل رفتن و ما هم دیگه حالا میرم. چه خوب گوشت های است. واو ماشاءالله. یا هم گوشت کوفته است. نرخ‌هایش هم هست. خیلی هم خوبش. واو. مربوط ترکا میشه. این استخوان داره. استخوان، ساسج، گوشت سرخی، گوشت گوسفند. نرخ‌هایش ماندگی است. خیلی راحت، خیلی مقبول. پاچه، هر چی که بخوایی. خیلی هم خوبش. نرخ‌هایشان هم زدگی. خیلی قصابی پاک منظم. واو. نرخ‌هایش هم می باشن میشنشته خیلی هم خوب.
ماشاءالله. باز آمدیم دوستا در یک چی ترکا دیگه هستن ماشاءالله، خیلی پاک ستره ماشاءالله. کلش میبینین قصابی در اینجا کلش رقم پاک منظم هسته، خیلی پاک منظم، کل چیز جوش دیگه. حتی سعی که اینجا دوستا به خاطر کباب برشان آماده داره که به خاطرش کس زحمت نکشه، آماده یا به برگر به کباب تخته شدگی گوشت هاست کلش، دور از دود پاک صفا گوشتایی که با خوردنش آدم صحتمند احساس کنه. خدا یعنی صحتمندی رو ببینه. این گوشت کوفته است، یکی از این کوفتهش که است چربیش کم است و ایش که است چربیش زیادتر می باشه کسایی که دوست داره. بازی هم اینجا مرغ سخته شدگی سی کل از این مرغا، سخته شدگی ساده، بال پتش بستران ماشاءالله. این تو قصابی باید از باش آدم جور کنه که دور از دود و خاک و از این که گوسپند بسته زنده بند کنه سر سرک کت چربیش پاک ستره.